بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی حبیبنا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. انسان بخیل خیلی تصویر بسیار زشتی رو داره. در مقابلش انسان سخاوتمند هست که احساس آرامش میکنه، قلبش پاکه. الان ببینیم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این حالت نفسی بخیل و سخی رو چطور تصویر کردن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در یک حدیثی میفرمایند که آدم سخی و آدم خسیس مثل دو کسی هستند که یک جلیقه آهنین از سینه‌اش تا گلوش پوشیده. آدم سخی هر چه سخاوت میکنه این جلیقه آهنی گشاد و گشادتر میشه تا میفته و خیالش راحت میشه. هر چه سخاوت میکنه احساس آرامش میکنه. لذتی که در انفاق و بخشش هست در منع کردن و خسیسی که نیست، در زراندوزی که نیست. اما آدم بخیل هرچه بخل میورزه این جلیقه تنگ و تنگتر میشه، اون میخواش میره تو پوست اون و اون در حال خفه شدن هست و هرچه زور میزنه که این جلیقه رو بازش کنه نمیتونه. این حالت نفسی یک انسان خسیس هست. واسه همینه که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم میفرمودند لا یجتمع الشح والایمان فی قلب ابدا. بخیلی و شح و ایمان در یک قلبی، در یک دلی هرگز جمع نمیشن. یا در دل ایمان هست، هرچه ایمان پررنگ تر بشه بخل در اون شخص کمرنگ و کمرنگ تر بشه. هرچه این بخل پررنگ تر بشه ایمان کمرنگ و کمرنگ تر میشه و از اون قلب میپره بیرون. واسه همونی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند اجتنبوا السبع الموبقات، 7 چیزی که عذاب الهی رو میارند ازشون اجتناب و دوری کنید. اولین چیز فرمودن شرک، دومین چیز فرمودن شح. اول شرک و دومیش بخیلی و حرص. شح همون بخیلی هست که انسان توش حرص هم داشته باشه، سعی کنه مالی که داره خیلی محکم نگهش داره و مالی که دیگر در دست دیگران هست اون هم به دست داره واسه خودش. و در حدیث دیگر میفرمایند ثلاث مهلکات، 3 چیز هستند که اونها انسان رو هلاک و ویران و نابود میفرمایند. هوى متبع و بعدیش شح مطاع، اتباع و پیروی از هوا و هوس، بعدش از بخیلی و شح، و سومیش هم اعجاب المرء بنفسه، یعنی که انسان به خودش بباله و خودش به خودش مغرور باشه. اینا چیزایی هستند که باعث ضایع شدن انسان میشن. و بدترین چیزهایی که در مرد هستن، در یک انسان هست چی هست؟ شح هالع و جبن خالع. و میبینیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بخیلی رو با ترسویی با هم میاره هر جا که ذکرش میشه. چرا که آدم بخیل آدم ترسوست، از آینده میترسه، از رزق و روزی، گم شدن رزق و روزی میترسه، دنیا واسهش چهره دنیا تار هست. و همیشه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم صبح و شام دعا میفرمودند اللهم انی اعوذ بک من البخل، بار الها من به تو پناه میبرم از بخیلی. اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل والضلع الدین و قهر الرجال. و از این دعا هم بود که در ضمنش بود والجبن والبخل، بار الها من به تو پناه میبرم از بخیلی و از ترس. بخیلی آدم ترسو، آدم بخیل همیشه ترسو است. باز پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هر چه مال و منال و زندگی در دستش می اومد فوراً میداد به مردم. در بعد از حنین غنایم بسیاری اومده بود، افرادی که تازه مسلمون بودن، هنوز عشق دنیا تو قلبشون بود، اینا هجوم آورده بودن به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، حتی ردای مبارک رو گرفتن. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن بابا جبه و ردای منو برگردونید، به خدا اگر به اندازه این بوته‌های خار در این صحرای بی‌نهایت من شتر و گاو و گوسفند به دستم میرسید همه رو به شما میدادم و شما هرگز منو ترسو یا دروغگو یا بخیل نمیافتید. امکان نداره که این صفتهای زشت در من باشه. و چون که این صفتها خیلی خیلی زشته و باعث هلاکت میشه، اگر خدایی نکرده در کسی از ما این صفتها هست، باید سعی کنیم این صفتها رو از خودمون دور کنیم و همیشه از خدا بخواهیم که
ما رو از بخل و از این صفتهای زشت نجات بده.